دلتان از دوغ بد کردم تاجکای لوده. دل ما را از گم بخیبت کردی قواره که تو داشتی. من خب میفهمیدم که تو در دنیای مجازی در تیک تاک زنان فاحشه تاجیکستان چی قار و غضب آورده که سیاست کشور ما، ملت تاجیک ما، مردم تاجیک ما دست آدم های ارزه و مریض افتیده. بالخصوص ای دو زن گنده و ارزه که یکیش فاشروی و گدا و دیگرش زنستیز طالب پرست و مریض. برای تمام جوانان تاجیک لازم است تا این گونه زنهای کثیفه با یک ویدیو به ملت تاجیک معرفی کنید تا این نسل ارزه و عقده‌ای از سر تاجیک دستبردار شوند. مقبولی و فرهنگ تاجیک ها در دنیا کسی نداره. تاجیک افتخار است. پیس. درود به تمام تاجیکای خراسان در مجموع تاجیکای تمام دنیا. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین و باشین سربلند و خوب و خوش آرام باشین. خواستم یک پیام کوتاه برمی زن ترنس داشته باشم که ای تا دیروز برای طالب لوبی میکرد و مقابل حق و حقوق خانما در افغانستان صحبت میکرد و امروز آن آمده مقابل قوم تاجیک ای توهین میکنه، دروغ میگه و تهمت میکنه که من قطعا ای را اجازه نمیتم. و می اول که ما تاجیکای تاجدار با دو پیسه یک زن مریض، یک زن بیکاره ما بس نداریم. برای یک انسان سالم این حیف است که از تو و یک زن مریض، یک زن بی حیثیت انتقاد داشته باشه و بس داشته باشه، به خاطر که اگر تو واقعا یک زن می بودی، تو اگر هوشیار می بودی و مریض نمی بودی، حالا امروز صدایت علیه طالب بلند می کردی، از زن و خانم و از دخترای کشورت دفاع می کردی. اما تو آمدی دمی پلتفرم روز تو چی می کنی؟ به غیر از این که تو بیایی تو فاش بگویی، تو تهمت کنی، تو تفرقه پرتی. امی تو و طالب است که امروز جنگای قومی را شما انداختین و باور کن که این روزا رفتنی است و او روز تو باز باید بیایی و جواب همگی را باید بدی. زن کثیف.